خب از میان رودان تا فرارودان سلام و درود ایرانیان. امروز جمعه 4 مهر 1404 برابر با 26 سپتامبر سال 2025 در حالی که دیپلماسی فشرده دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک رو شاهد هستیم برای ممانعت از استفاده اروپایی‌ها از مکانیزم اسنپ بک و پیشنهاد آخری که آقای دکتر عراقچی به طرف اروپایی داده برای دسترسی فوری به نتنز و اطمینان از اینکه ایران همکاری خودش رو با آژانس آغاز کرده. چه خواهد شد؟ مکانیزم ماشه فعال خواهد شد یا خیر؟ اروپایی ها به دنبال چه هستن؟ آیا با دسترسی فوری دادن به نتنز اروپایی ها دست از ماشه خواهند شست، خواهند کشید و یا اینکه نه، در بهترین حالت 6 ماه قطعنامه چین و روسیه رو بهش رأی خواهند داد که 6 ماه تمدید بکنه مکانیزم ماشه رو. از نیویورک مستقیم با یوسف عزیزی همراه هستیم و از او خواهیم پرسید که چه اتفاقی در نیویورک داره میفته. آقای عزیز بسیار خوش آمدید. پیش از هر چیز شما رهسپار دیدار با آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران هستید در نیویورک. فضا در نیویورک چگونه هست؟ دیپلماسی فشرده طرف ایرانی چگونه پیش رفته؟ با عرض سلام خدمت شما آقای عارف و بینندگان محترم برنامه‌های شما. خیلی خوشحالم که در این شرایط در خدمت شما هستم. همونطور که گفتید برنامه‌های فشرده دیپلماتیک در جریان هستش. فضای شهر بسیار امنیتی هست و پلیس به صورت، من چند بار نیویورک اومدم ولی تا این حد ندیده بودم خیابون‌ها بسته باشه. پلیس، نیروهای امنیتی، نیروهای مختلف در واقع امنیتی پلیس و غیر پلیس و حتی کسانی با لباس‌های حالا بخش سیکرت سرویس، بخش در واقع ارتشی، لباس‌های خیلی خاص، انواع و اقسام هستن. کوچه‌ها رو بستن، مخصوصا هتلی که قرار امروز آقای رئیس جمهور پزشکیان با ایرانیان مقیم آمریکا دیدار داشته باشن و به صورت خیلی عجیبی فضای شهر بسیار عجیب هست. همونطور که گفتید پشت درهای بسته و همینطور حالا جلسه که همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برقرار هست برای رأی‌گیری در مورد قطعنامه چین و روسیه ارائه شده توسط چین و روسیه. پشت درهای بسته روی سطح به صورت ظاهر دیپلماسی فشرده هم در جریان هستش و شما درست گفتید. در واقع با کاری که اروپایی‌ها کردن چند روز پیش، هفته پیش، عملاً اونها روی کاغذ مکانیزم ماشه رو فعال کردن و آخرین رفتارهای دیپلماتیک دیگه میتونست تعیین بکنه که آیا قرار مکانیزم ماشه از نظر اونها عملیاتی بشه تا چند روز دیگه یا نه. من فکر میکنم تا یه حدی اونها استراتژی بدی رو انجام دادن، برای اینکه طرح چین و روسیه با اینکه تمدید میکنه قضیه رو اگر به توافقاتی پشت پرده ایران و غرب برسن، اما در نهایت هم وزن چین و روسیه رو بالا خواهد برد اگر این قطعنامه تصویب بشه، در حالی که خود اروپایی‌ها میتونستن قطعنامه خودشون تمدید بکنن و وزن خودشون رو در دیپلماسی بالا نگه دارن. الان خب وزن چین و روسیه بسیار بالا میره. همینطور در قطعنامه ارائه شده توسط چین و روسیه پیش‌نویس اون از نظر حقوقی در واقع در آینده، در ماه‌های آینده، وزنه به طرف ایران بیشتر گردونده خواهد شد و اون حالت تمدید صرفی که اروپایی‌ها هر وقت دلشون بخوان دوباره ازش سوء استفاده بکنن از دستشون میره. لذا عملکرد اروپا یه ذره برای من جای سوال داشت، مخصوصا صحبتایی که آقای عراقچی در واقع مقاله‌ای که ایشون در یک روزنامه در یک وبسایت اندونزی نوشتن و بعد توییت کردن متن اون رو، و اینکه اگر مکانیزم ماشه فعال شه دیگه کاملا اروپایی‌ها رو ایران از مسائل ایران و پرونده هستی و اینها کنار خواهد گذاشت، چون دیگه دلیل دیگه‌ای نداره. نه روابط اقتصادی خاصی ایران داره، نه در حوزه نظامی امنیتی با هم همکاری می‌کنن. در حوزه دیپلماسی بود که نقش دو دهه‌ای اروپا نقش در واقع محوری بود برای تلطیف خواسته‌های ایران و غرب، و اگر قرار باشه اروپایی یک سویه به این سمت برن دیگه اونها رو کاملا کنار می‌ذاریم. لذا باید ایستاد نگاه کرد که در یک ساعت آینده یا در جلسه که به پایان میرسه به کجا میرسیم. آیا نظر ایران، روسیه و چین غالب میشه بیشتر در اینجا، یک سیستم بخیر مرزی الطرفینی اتفاق میفته، یا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بر خواسته‌های حداکثری خودشون میبونن که فضا به سمت در واقع یک شرایط تنش آلود جدیدی خواهد رفتش. این رو باید انتظار بکشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب با فرض اینکه قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه رأی نیاره و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها محکم بایستن برای بازگشت تحریم‌ها،
پیشنهادی که آقای عراقچی به آژانس داده که دسترسی فوری به نتنز به شما میدهیم هم در واقع فاقد موضوعیت خودش رو از دست خواهد داد و فاقد موضوعیت خواهد شد. اروپایی ها که این میزان از اشتیاق رو دارن برای بازرسی از تاسیسات بمباران شده، فکر میکنید که چقدر بپذیرن یا در واقع براشون قابل تحمل باشه که کاری بکنن که هر گونه دسترسی از بین بره؟ بسیار مشتاقند اروپایی ها که ببینن بالاخره در جریان اون 12 روز تجاوز اسرائیل و آمریکا چقدر خسارت به تاسیسات هسته ایران وارد شده. شما چه فکر میکنید؟ ببینید کاملا درست میگید. همونطور که گفتید 3 خواسته حداقل ظاهر گفته بودن. یکی بحث خب بازرسی ها که به شرایط قبل برگرده، دسترسی هایی که ایران میده به آژانس. یکی اینکه جای مواد 60% و اورانیوم با غنای بالا مشخص بشه و بعد هم مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا. و به نظر میسه این فرصت خیلی خوبی هست که برای حالا 4 ماه 6 ماه برای یک مدت زمانی در واقع اینها بتونن فرصت بخونن بخشی از خواسته هاشون که ممکنه اون نظارت ها باشه این رو به دست بیارن و حالا در زمینه مثلا مذاکره ایران و آمریکا یا مسائل دیگه خب این در طول این زمانها بتونن به یک توافق بلند مدت تری برسن. ما این رو فرض میگیریم با این مسئله که اروپایی ها بحث موشکی رو مطرح نکرده باشن. فرض میکنیم در حالی که آقای لاریجانی چندین بار روی این مسئله تاکید کردن که خب هیچ ایرانی قبول نمیکنه موشک زیر 500 کیلومتر در واقع برد موشک زیر 500 کیلومتر و همینطور سخنگوی وزارت خارجه در این چند هفته اخیر بارها اینو تاکید کردن. به نظر میاد که طرف مقابل خب خواسته های علنی داره و خواسته های غیر علنی داره. اما نکته‌ای که به نظر من خیلی مهم هستش بازم برمیگرده به صحبت‌های آقای لاریجانی که گفتن توافق مصر در واقع برای این بود که اگر ما با آژانس به توافق برسیم مکانیزمش فعال نشه، کاملا کنار گذاشته بشه و به نظر میاد اروپایی‌ها اینجا دوباره در واقع حرکتی کردن که حرکت دون شأن دیپلماتیک بوده و خب صحبتی که وزیر خارجه مستقیما گفتن، شورای امنیت ملی قبلا گفته بودن اگر مکانیزمش فعال بشه همون در واقع قرارداد مصر هم بین ایران و آژانس از بین خواهد رفت و برمیگردیم به اون خواسته هایی که مجلس ایران گفته بود، یعنی دیگه تعلیق بشه روابط با آژانس. همونطور که شما گفتید اینجا بدبستون هایی قراره انجام بشه که برای برخی خواسته هایی که اروپا مثل نظارت ها حالا شروع بکنه نظارت هاشو این مجوزها داده بشه، در حالی که حالا مکانیزماشه یا به تعویق بیفته یا کم کم آثارش محو بشه. اما برای بقیه خواسته های اروپا در آینده یک فرصتی باشه که بشه حالا خواسته های اروپا و آمریکا مذاکره کرد. ولی خب نهایتش میدونیم اگر قرار باشه خواسته های حداکثری اسرائیل مطرح باشه، یعنی اروپا و آمریکا بخوان خواسته های حداکثری نتانیاهو که امروز در واقع مورد تحقیر دیپلمات‌های جهانی هم قرار گرفته وقتی داشته صحبت می‌کرده در مقر سازمان ملل و وضعیت اسرائیل روز به روز داره بدتر میشه، ولی اگر قرار باشه خواستهای حداکثری او رو ادامه بدن خب مذاکرات در آینده هم به نتیجه نمیرسه، ولی حداقل یک فرصت دیپلماتیک هست تا شرایط یا در اروپا عوض میشه، در اسرائیل عوض میشه، در آمریکا عوض میشه که بتونن به یک توافق بهتری برسن. ولی نکته شما کاملا درسته، یعنی اونها به دنبال اطلاعات هستن. مهمترین چیز در واقع این اینفورمیشن و اطلاعاتی است که از ایران میتونه خارج بشه. 3 ماه محروم بودن بعد از جنگ تحمیلی از دسترسی به این اطلاعات و اینکه واقعا خب میدونیم جلسه شورا بیشتر حالت فرمالیته داره. قاعدتاً بدبستون‌ها اگر قرار باشه انجام شده باشه پیش از جلسه باید انجام شده باشه. الان به صورت بیشتر سمبولیک جلو خواهد رفتش. باید ببینیم نتیجه شورا چی هست که نشون میده آیا در واقع دیپلماسی فشرده 1-2 روز اخیر جواب داده در نیویورک یا نه. و اگر پیشنویس رأی بیاره، یعنی آمریکا وتو نکنه، بریتانیا وتو نکنه، فرانسه هم وتو نکنه و 9 رأی از مجموع 15 رأی رو هم به دست بیاره، وتو هم نشه، چه نتایجی مترتب خواهد بود بر این قطعنامه؟ ببینید اگر وتو بشه، من اول بگم که دوباره یک حلقه ای از این مسیری هست که روسیه و چین بگن که نه تنها مکانیزماشی که اروپایی ها مسیرش رو جلو بردن قبول ندارن، مشروعیتش رو قبول ندارن و از نظر قانونی قبول ندارن، بلکه خود اونها هم پیشنهادی داده بودن که حالا باز هم هدف اروپا رو تا حدی در واقع تضمین می‌کرده و البته به دیپلماسی فرصت میداده و این نشون میده که طرف مقابل انگار واقعا دنبال دیپلماسی نیست. صحبتی که اخیراً هم آقای عراقچی کردن و همینطور آقای لاریجانی این بودش که ایران دیگه داره واقعا تمام تلاش خودش رو میکنه، آخرین فرصت‌ها رو به دیپلماسی میده، یعنی هر چقدر هم شده مجلس رو راضی کنه، نیروهای مختلف رو در ایران راضی کنه، باز هم بخواد به دیپلماسی فرصت تازه‌تری بده و این نشون میده که خب طرف مقابل واقعا مثلا که نمیخواد، به هر دلیلی هستش نمیخواد دیپلماسی جلو بره. اما
اگر این مسئله قبول بشه، من فکر میکنم این 6 ماه، حالا فرض کنیم 6 ماه باشه، یه فرصت ایدئال هست برای ایران، اروپا و آمریکا. اروپا اولا نقش خودش رو دوباره باز پیدا میکنه در پرونده هسته‌ای و کاملا کنار گذاشته نمیشه و میتونه در آینده منافع خودش رو از طرف ایران به دست بیاره. ببینید امروز من این نکته رو خیلی راحت به شما بگم، هند اگر شما دیده باشید در فشاری که الان داره دولت‌های غربی میارن که نفت روسیه رو نگیره، دولت هند اعلام کرده اگه میخواید ما از روسیه نفت نگیریم بذارید از ایران و ونزوئلا بگیریم، چون نمیشه. یعنی در بازار هم قیمت‌ها تغییر میکنه. من قبلا این صحبت کرده بودم که امکان نداره دنیا بدون نفت 3 کشور ایران، ونزوئلا و روسیه بتونه دووم بیاره، یعنی تو شرایط عادی و قیمت‌ها بالا نره. بله ایران و ونزوئلا تحریمش رو تونستن مدیریت کنن، ولی تحریم نفتی روسیه همزمان با این دو کشور بسیار دردناک خواهد بود. لذا این مسئله برای اروپا وجود داره که اگر قرار ترکیه واقعا جلوی صادرات نفت روسیه رو بگیره، هند جلوی صادرات نفت روسیه رو بگیره، اگه واقعا اوکراین براشون مهمه و میخوان روسیه رو در اونجا حالا به دام بندازن یا تحت فشار بذارن، مجبور هستن با ایران وارد تعامل بشن. اگر نه میخوان پافشاری کنن بر این مسئله، خب باعث میشه که ایران به سمت شرق بیشتر نفوذ کنه. لذا من فکر میکنم بدیهی ترین چیز الان اینه که با خواسته روسیه و چین قطعنامه اونها موافقت بشه و در این حال فرصت به دیپلماسی داده بشه، خواسته های حداکثری طرفین در حین این حالا 4 ماه 6 ماه تعدیل بشه. ولی این امکان پذیره، برای اینکه شما اگه پرونده هسته ایران نگاه کنید خیلی وقتا مسائلی که در سطح جهانی منطقه اتفاق افتاده تاثیر گذاشته روش و به نظر میسه که این 4 ماه 6 ماه میتونه باعث تغییرات مهمی در فضای سیاسی آمریکا، در فضای سیاسی اروپا، خاورمیانه، اسرائیل باشه که باعث بشه همه برگردن به میز مذاکره و بدونن که کم هزینه ترین، کم ریسک ترین نحوهی که میشه با پرونده هسته ایران برخورد کرد همین دیپلماسی است. و الا تهدیدی که به نظر من، یعنی صحبتی که به صورت دیپلماتیک هم آقای عراقچی گفتن صحبت درستیه و اینکه مسئله به جاهایی کشیده میشه که امنیت جمعیه، نه تنها منطقه بلکه جهان دچار خدشه خواهد شد و ایران هنوز گزینه‌ها کارتای بازی خودشو داره و این ممکنه که برای هیچ طرفی خوشایند نباشه. آقای عزیزی، اروپایی‌ها یکی از 3 خواسته‌شون مذاکره ایران با آمریکاست. در عین حال خواسته آمریکا هم گفته میشه که برای مذاکره یا پیش شرط یا یکی از خواسته‌های آمریکایی‌ها بحث موشکیه. در واقع اروپایی‌ها دارن در پرونده هسته‌ای خواسته‌های فراهسته‌ای رو به این ترتیب وارد میکنن، یعنی یک راه کنارگذری پیدا کردن که پرونده هسته‌ای رو پیوند بزنن به مطالبات و خواسته‌های غیر هسته‌ای و فراهسته‌ای. چقدر ایران میتونه اصلا چنین کنارگذری رو باش کنار بیاد یا دور زدن یک روند دیپلماتیک رو به این شکل، در واقع به سخره گرفتن یک روند دیپلماتیک رو میتونه باش کنار بیاد؟ ببینید نکته بسیار مهمی است و به نظرم میرسه ما اگر برگردیم به مذاکرات برجام و پیش از اون اصلا چرا دولت اوباما وارد این شد، چرا اروپایی‌ها وارد این شدن، اونها مذاکرات هسته‌ای رو قدم اول میدونستن برای رفتن به سمت مذاکرات منطقه‌ای، حالا موشکی، تغییر رفتار منطقه ایران، یا بخوایم یه جور دیگه‌ای بگیریم نظم منطقه‌ای در خاورمیانه که ایران هم دخیل باشه توش و حالا منافع همه درش رعایت بشه، حالا نظم غربی بگیم، نظم در واقع امنیتی بگیم که امنیت جمعی کشورهای منطقه و حالا فرامنطقه درش تامین بشه. پس این خواسته اولی اونها بوده و دلیل این مکانیزم ماشه 10 ساله هم بخشش برمیگرده به همین قضیه. یعنی اونا نمیخواستن صرفا اهرم هسته‌ای رو کنار بذارن دیگه خیالشون راحت بشه از این قضیه، نه، خب بالاخره یه بهانه‌ای که همیشه بمونه برای رفتن به سمت بحث‌های موشکی و منطقه‌ای. من فکر می‌کنم البته خب الان این خودخواهی اونهاست، چون اگر بحث هسته‌ای جلو میرفت، درست جلو میرفت، آمریکا خارج نمیشد، ایران از مواهبی که حالا مواهب مشروعش هم بود، از امتیازات اقتصادی بهره مند میشه. واقعا امتیازی هم نبود، یعنی اینکه تحریم‌ها کنار بره، ایران بتونه رفتار عادی اقتصادی خودش رو در سطح جهانی داشته باشه. حالا فروش نفت هست، تبادلات مالی هست و چیزهای نظیر این. اگر اینها وجود داشت خب الان میتونستیم در مورد رفتن به سمت مسائل موشکی یا چیزهای دیگه هم بحث بکنیم، ولی وقتی که طرف مقابل حتی در بحث هسته‌ای هم خودش رو از زیر بار مسئولیت‌های خودش کنار زده، این سوال برای ایران به وجود میاد که خب چگونه میتونه وارد یک مسئله امنیتی بشه که اتفاقاً 2-3 ماه اخیر جنگی داشته که همین توان موشکی تونسته در واقع بازدارندگی ایجاد کنه و طرف مقابل رو
مجبور کنه که برعکس جنگ‌هایی که در یک سال 2 سال اخیر اسرائیل راه انداخته اینجا کوتاه بیاد، خودش درخواست آتش بس بده. برای همین همونطور که گفتم شما درست میگید، ایران به این راحتی کوتاه نخواهد اومد سر بحث موشکی و به نظر من ایران نیازمند این هست که مطمئن باشه طرف غربی حداقل در حوزه هسته‌ای به تعهد خودش عمل میکنه و یا به قول آقای عراقچی در حین مذاکرات با آمریکا تضمین کنه که اونها این بار حمله نکنن. ولی خب میدونیم این تضمین مخصوصا از دولت ترامپ عملی نیست و اگر هم باشه یک فریبی دوباره بیشتر نیست. ترامپ به هیچ چیزی متعهد نیست، حتی به قانون اساسی آمریکا، حتی به ساختارهای حزبی، حتی به کسانی که به او رأی دادند. یعنی این وضعیتی که ترامپ ایجاد کرده نه تنها به سازمان‌های بین‌المللی اعتماد نداره و بهشون بی احترامی میکنه، بلکه حتی به کسانی که به او رأی دادن و بر اساس اون درخواست‌ها و اون مواردی که خودش در انتقاد اعلام کرده بود سر کار آوردنش، حتی اونها رو هم کنار گذاشته تقریبا. بنابراین خیلی سخته، به نظر من خیلی سخته. شاید این مرحله اگر گذر بکنه در آینده بشه راحت‌تر، حالا چه اروپایی‌ها پیش قدم شدن، چه بحث جنگ غزه خاتمه پیدا کنه، چه اتفاقات در اسرائیل بیفته یا لابی اسرائیل اینجا در واقع خود ترامپ متوجه باشه که چقدر داره هزینه میکنه، جلوی اونها یه ذره بیشتر در بیاد. میگم احتمالاتی هست که میشه بهش امید داشت، ولی خب مسلما مسئولین ایرانی هم به راحتی حاضر نیستن در حوزه موشکی امتیاز بدن و این رو با آینده موکول خواهند کرد. قطعا. و سوال آخر، شما رهسپار دیدار با آقای پزشکیان هستید، فضای ایرانیان مقیم ایالات متحده آمریکا در این روزهایی که دیپلماسی فشرده در جریان هست چگونه فضایی است؟ چقدر میتونیم از همراهی و همبستگی ایرانیان در آمریکا صحبت بکنیم در پشت منافع ملی ایران؟ ببینید طیف گسترده ای ایرانیان آمریکا دارن و البته من به شما بگم که نظرسنجی‌های معتبری که انجام شده، 3 سازمان معتبر نظرسنجی که از ایرانیان کردن، یک بخش میتونم بگم مجاریتی یا مثلا بگیم یک حد اکثری، یک در واقع تعداد بیش از 60-65% مخالف هر گونه حمله نظامی آمریکا هستن، دنبال این هستن که مذاکرات هسته‌ای بتونه از طریق دیپلماسی، یعنی مسئله هسته‌ای از طریق دیپلماسی حل بشه. البته خب گروه‌هایی هم هستن، مشخص هم هست که گروه‌هایی که با صهیونیست‌ها رابطه برقرار کردن، با تشکیلات دست راستی‌ها مخصوصا در اسرائیل و در آمریکا رابطه برقرار کردن، خب اونها به دنبال چیزهای دیگه‌ای هستن و به دنبال حمله هستن، ولی در اقلیتن و مشخص است در اقلیت هستن. حتی با روی کار آمدن ترامپ نظرسنجی‌های معتبر این رو نشون میده. من تا جایی که میدونم و مشخص هست اینه که خب ایرانیان پشت این قضیه هستن که روابط ایران و آمریکا بتونه رو به مثبت باشه، نه به سمت منفی باشه. اما حقیقتا شرایط داخلی آمریکا، حالا دوستانم میدونن، شرایط پیچیده، بغرنج و شرایطی است که خود آمریکایی‌ها بسیار نگران آینده این کشور هستن و در این شرایط ایرانی‌ها هم مسلماً نگرانیشون چندین برابر هست، چند وجهی هستش. لذا باید امیدوار بود، اما در کنار این همونطور که گفتم تضمین‌ها و ضمانت‌ها بیشتر در خود ایران نهفته هست و در واقع بازی که ایران میتونه با همه اهرم‌هاش، بحث دیپلماسی، نظامی، اقتصادی، منطقه‌ای و چیزهای نظیر این هست داشته باشه که بتونه انشالله منافع ملی کشور رو به بهترین شکلی در واقع حفظ و حراست بکنه. من برای لحظاتی آقای محمد منظرپور رو هم پشت سر شما دیدم که لاغر هم کردن، خوش‌تیپ‌تر از گذشته. برای شما و سایر دوستان در نیویورک جلسه بسیار خوبی رو با آقای رئیس جمهور آرزو دارم. متشکرم که با ما همراه بودید. خیلی ممنونم، متشکرم عزیز ما. تا برآمدن آفتاب و تا به شام بر فلات ایران. بدرود.